عزیزان سلام، وقت همگی بخیر. من متواضع هستم، مرتضی متواضع، و اینجا کانال یوتیوب پاپیون هست. در این کانال همونجور که از اسمش پیداست، من متدی به اسم پاپیون رو برای اعلام سطوح قیمتی مهم برای فعالان اقتصادی و تریدرها در واقع مورد استفاده قرار میدم. متد پاپیون متد ابداعی بنده هست، ریشه در مستر پترن داره و ریشه در وایکوف متد. اما اون چه که پاپیون انجام میده شگفت انگیزترین چیزی است که من تا به عمرم در طول عمرم و در طول حدود 4 سال فعالیت تو بازارهای مالی دیدم، و اون این هستش که پاپیون با دقت 100% سطوح رو به ما میده. اگر قیمت منصفانه رو بدانیم، حرکت های قیمت به طرفین قیمت منصفانه طول مساوی داره. این بزرگترین راز پاپیونه. اگر ما در متدهای دیگه میبینیم که این طول مساوی گزارش نمیشه، به علت اینکه قیمت منصفانه به درستی شناسایی نشده. هر لحظه ما قیمت منصفانه رو باید بتونیم به درستی شناسایی کنیم که پاپیون ابزار شناسایی اینه. وقتی شناسایی کردید یه لک که به یه سمت ایجاد شد، با اولین علائم برگشت قیمت به قیمت منصفانه برمیگرده و بعد قرینه اون لگو سمت مقابل تشکیل میده. این کل تئوری پاپیونه. گفتنش آسونه، در اجرا بایستی به هر حال زبده بشید تا یاد بگیرید و بتونید ازش استفاده بکنید. اما چون اوضاع و احوال کشورمون یه خورده به هر حال مرتب نیست و دونستن اینکه دلار تغییرات قیمتیش دقیقاً چجوری خواهد بود مثلا برای ما، برای هممون خیلی مهمه. در نتیجه من تحلیل دلار ریال رو به عنوان اولین ویدئوی کانال یوتیوب پاپیون اینجا ضبط میکنم و میگذارم. اما باید دقت بکنید که این ادامه خواهد داشت. در مورد طلا یه ویدئو میذارم. طلا فرصت بسیار عالی در پیش داریم. در طلا ما 70-80% در واقع ایمپالس به بالا رو تجربه خواهیم کرد که این یه خورده ترسناک هم هست راستش دیگه. یعنی میدونید طلا متاسفانه خبر بد لازم داره برای بالا رفتن، جنگ و امثال هم. امیدوارم که خبر خیلی خبر وحشتناکی نباشه اون چیزی که تجربه خواهیم کرد. برای آینده ایران بر اساس چارت پیش بینی‌های خوبی دارم. امیدوارم که محقق بشه. امیدوارم که ایران روزهای بسیار بهتری رو تجربه کنه. کشور ما منابع غنی داره، کافیه که یه تحولات مثبتی توش اتفاق بیفته تا یکی از پیشروترین کشورهای جهان باشه در عرصه سرمایه گذاری. نه اینکه مثل الان که ما برای اینکه توی صرافی فقط بتونیم احراز هویت بکنیم 1000 تا باید مبلغ بزنیم و اینها که بگذریم. من دیگه حالا خیلی ناله نکنم. در ویدیوی اول بریم چارت دلار ریال رو در سایت ثروتمندی ببینیم. من فول اسکرین میکنم چارت. این پیش بینی قیمت من دوستان. به سادگی قیمت از اینجایی که الان هست که 91080 تومان طبق چارت ثروتمندی به 95814 تومان و 8 ریال میره. از اونجا شاید باور نکنید ولی اصلاح میکنه به یه عدد خیلی زیبا 774488، یعنی 77448 ریال. این عددا فوق العاده است. اینا یکی از بخشایی که من میگم الهام پاپیون. بازار مالی به کل بر اساس تقارن کار میکنه دوستان. ما چیزی به اسم عدد روند نداریم، عدد متقارن داریم در بازار مالی. عدد رو ببینید 774488، 2 تا 4 بین 2 تا 7 و 2 تا 8 قرار گرفت. این یکی چقدر جذابه، 95 81 48 9 5 8 1 به علاوه 4 هم میشه 5 دوباره 8. اگه این 8 آخر رو بکنم 9 تقارن کامل میشه، چون یه ریال تولرانس ما داریم. 9 5 8 5 9، یعنی 2 تا 9 دو طرف، یه 5 یه 8 یه 5 دیگه دوباره. این بسیار جذابه و این اصلا تصادفی نیست، خرافه نیست به هیچ وجه. اول یه وقت این تصور براتون ایجاد نشه که من یا مثلا الکی دارم تصویر سازی میکنم. به هیچ وجه اینجوری نیست. عددهای مهم متقارنن، نه روند، متقارنن. این بالا رو ببینید. تارگت اول 121 41 2 3، یعنی در واقع 12 14 12. این هم که دیگه مشخصه. این پیش بینی ماست. یعنی چی؟ یعنی اگر 95814 تومان شما دلاری داشتید و به ریال تبدیلش کردید، در 774488 دوباره دلارش میکنید و اون اگر $100 داشته باشید میشه $120 دلارتون.
یعنی 20% به شما سود میده. این غایت چیزی که من خودم انجام میدم. بازار مالی، در هر سایتی که فعالیت بازار مالی میکنه یا در هر یوتیوبی شما یه دیسکلیمر میبینید، یعنی اون چیزی که سلب مسئولیت میکنه از من تحلیلگر، چون هر تحلیلگری یه وین ریتی داره. ممکنه وین ریت این تحلیل، یعنی این تحلیل از اونایی باشه که وین ریت 100 مثلا وین ریت یعنی اصلا استاپ بخوره، یعنی شما 95 و 800 بفروشید مجبور بشید 97 دوباره بخرید، 98 دوباره بخرید، یعنی خطا بره این تحلیل. این احتمالو میگم، توأما اینو میگم که من کسی ام که با همین متد سقف 105,000 تومان دلار، کف 73,000 دلار بیت کوین و چندین، همین کف اینجا این 79,000 تومان من اینجا پوزیشن داشتم برای خرید دلار. همه اینا هم با متد پاپیون بوده. امیدوارم در کوتاه مدت، یعنی چون این چارت تایم فریمش ماهانه است، در کوتاه مدت ما یه آرامش نسبی خواهیم داشت، یعنی قیمت دلار رشد چشمگیری نداره اونقدر که جنگی بخواد بشه، بعدش که کاهش داره، این کاهش که خبر خوب در پیشه، و بعد یه افزایش داره که اون متاسفانه میتونه جنگ باشه. امیدوارم که اینطور نباشه. امیدوارم این خبر بد قابل تحمل ما رو ببره بالا، خبر بد سهمگینی نباشه. دوستان، روزی که این کف بود، آقای عراقچی یمن بود برای مذاکره، برای عمان بود برای مذاکره با ویتکاف. این کف بود قیمت و دلار داشت به شدت میریخت و همه فروشنده بودن. من اینجا پوزیشن خرید داشتم و دیروزش به دوستان گفتم که فردا آقای عراقچی خبر خوبی نمیاره از عمان، اما آقای عراقچی تقریبا خنثی از عمان برگشت، خبر بندر عباس انفجار قیمت طلا رو، دلار رو رقم زد. اینه که این هست دیگه، یعنی باید دقت کنید که اخبار علت تغییر قیمت نیست. ضرورت تغییر قیمت بر اساس موازنه فروشندگان و خریداران یا ساپلای دیمند یا عرضه تقاضا دنیا رو وادار میکنه که خبر درست بشه. پس خبر معلول الزامات قیمتی چارته و الزامات قیمتی چارت معلول خبر نیست. این بسیار ظریف و بسیار مهمه که دقت کنید بهش. اگر این کانال رو دنبال کنید، یک سرمایه گذاری بسیار چشمگیر روی طلا، نقاط ورود بسیار دقیق روی بیت کوین و سایر رمزارزهای مهم رو خدمت شما خواهم داد. از اینکه سابسکرایب میکنید، هم یه لطفی به ما میکنید، برای اینکه به هر حال ما برای اینکه تولید رو ادامه بدیم، تولید این نوع محتوا رو احتیاج داریم که 2 نفر ببینن، یه انگیزه‌ای برای ما بشه. بیشتر اینه که شما لذت ببرید از این اطلاعات و سود کنید، برای ما جذابه، و اینکه ببینیم دیده میشیم دیگه، که بتونیم اینو ادامه بدیم. ممنون از توجه و لطفتون. مراقب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی.